تفاول به حافظ و بیت غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم باعث تغییر تخلص شهریار از بهجت به شهریار میشه. میگم وقتی تو 20 سالگی با ملک الشعر بهار میرن پیش ایرج میرزا و شهریار شعرشو میخونه، ایرج میرزا میگه شما از ما نیستی، شما از جنس حافظ هستی. شهریار تو تهران پزشکی میخون که عاشق پری خانم میشه. گویا چون پدر پری جزء صاحب منصبین بود، تیمورتاش و امیر اکرم هم چششون دنبال پری خانم بوده و گرچه عشق پری خانم و شهریار عشق شورانگیزی بوده، ولی پری مجبور به ازدواج با تیمورتاش میشه در حالی که شهریار تبعید شده به نیشابور. تیمورتاشو تو زندان میکشن و پری زن امیر اکرم میشه. شهریار که از تبعید برگشته تو بیمارستان بستری بوده که پری به دیدنش میاد و این ترانه سروده میشه. بعدم یه روز پری میاد سراغ شهریار و ازش میخواد که با هم ازدواج کنن و جواب شهریار میشه این ترانه. در نهایت هم غزل گوهرفروش رو در وصف زندگی خودشو پری میگه. یارو هم سر نگرفتم که گرا بود سرم